بشین. سلام دوستان عزیز، با آنباکسینگ سری X2023 استارفیت در خدمت حسین آقا هستیم. مبارکش باشه دستگاه خریده. میخواد دستگاه رو باز کنه، ببینیم چی داره چی نداره. بچه‌ها دستگاهی که میخرید همیشه سعی کنید پک کارخونه بخرید، سری چین نخرید. این دستگاه الان همونطور که میبینی پک کاملا چسب کارخونه است که به راحتی باز نمیشه. بعدم که باز بشه دیگه بسته نمیشه. اینم آرم استارفیت روی کارتونش. اسمش هم معلومه آمریکاییه. آره. یک دستگاه فوق العاده حسین آقا که زحمت چاکرتی. اگه دستگاه سفارش آمریکا خواستین روی کانال من پیغام بذارید تا براتون تهیه کنیم. خب مثلا آقا برعکس فقط در نرید دستگاه بیفته از اون بر پایین، نه همونطوری بخوابونش، آروم بکش بالا. اینو فکر کنم برعکس از اون بر باید چیزش کنیم. نه کادویی باز میشه این. آره کادویی باز میشه. داشت میومد بالا. اینو بیاری این برتر. خب اینو بکش. خب از اون بره، یعنی اینو برگردون از اون بر. مبارک باشه. به 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 به. چی داریم؟ انگار آدم به خودش یه هدیه میده. دستگاه رو بیار بیرون مثلا آقا. خب محتویات درون کارتون ببینیم چیزی فرق کرده جدید گذاشته باشن یا نه. خب اینجا که خالیه، بکش بیرون از اون بر حسین. بکش بیرون. آفرین تاشو باز کردی. خب بچه ها یه چیزی که هستش، ببین کابلای اورجینال هولوگرام داره، همینطور که میبینید روش یه هولوگرام داره که با سریال دستگاه یکیه. اینو دقت کنید، دستگاه میخرید حتما این هولوگرام رو در نظر بگیرید که یه وقتی دستگاه باز شده بهتون ندن. اونم دسته است. شما بازش کن. به 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 به. سری 2023 چقدر شیک. حالا کارتون رو بذار کنار حسین آقا. باتری هم دست. خیلی کارتون رو بذار کنار. دستگاه رو آنباکس کن، بعد وایسونی دستگاه رو. چسبا رو همچین شیشه‌ای باز کن. دستگاه رو به به. خدا قسمت همه کنه. خب این پشت دستگاه وایس اون چسباشو در بیار. به 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 به. حرکت باشه. حالا دسته ها و جا شارژرت هم باز کن. بچه ها ویدیوی نصبش هم بعداً میذاریم براتون. چاقو بیار. کربن بلک. جنس اورجینال که بخری
چسب زیاد داره، تا بازش کنی طول میکشه. خب نم نمیاریم. آره دیگه، اون جا شارژشه که دسته ها روش میفته، یا آداپتور شارژ داره و باتریاش. 4 تا هم در گذاشته. بله 4 تا در. دسته هم باز کن. و اینم دسته کربن بلک شیک و مجلسی. مبارکت باشه حسین آقا. فدات شم داشت، زحمت کشیدی. سلامت باشی قربونت. با بچه امیدوارم خوشتون اومده باشه از این آنباکس. فعلا خدا نگهدار.